تپه لوکن نام داشت. لوکن خودش کلمه عربی است، معنای شهر دریاگوشه. در عصر 13 اول عصر 14 وقتی که مغول ها در شهر وارد شدند، الکی از نام لوکن یگان اثرات نبود. در شهر می تپه بود، در بالای شب قلعه نیم ملنگار شهر را نامگذاری کردند. قرغان در بالای تپه، شهر نام گرفت قرغان تپه. تپه در بین دو تا دریا جایگیر است. تا حاضر هر دو دریاها وجود دارند. دریایی که در پایین تپه می‌گذرد این نام دارد جویباری کهنه که در نتیجه آبخیزی و زمین لرزه پیدا شده است. دریایی که از پشت تپه می‌گذرد این نام دارد جوی خانم. خانم یکی از زن‌های دوست داشته که همون زمان بود که دریا را با پایش زنش می‌کند و نام زنش نامگذاری می‌کند جوی خانم. چخلی که حاضر اصولخانه ما نام دارد اصولخانه و نام خانم. امروز در شرکت